جالب است اصحاب رسول الله من پرسان میکنن که قیامت چه وقت است؟ یعنی گویایی که اونا منتظرن، پیامبر ازشان پرسان میکنن چی آماده کردی براش؟ مالک یوم الدین چی براش آماده کردی؟ گپ جالب میگه. میگه اعمال ندارم الله پیامبر را دوست داره. این مفاهیم ایمانی در قلب اونا زنده و بیدار. ما از این نعمت ها محرومیم. به یاد ما نمیآید. از نعمت محبت الله محروم شدن از همه نعمت ها محروم شدن است. لایکی